پشواز گرفتگی ها مسلمانای بیناموس فقط خدا را عذابش خلاص نمیشن. اینها دین فروشن، اینها ملت فروشن. اینها سال پیغمبر خوشان تولد چی جشن نمیگیرن، سال پیغمبر عروسان خواب نرفته خانه به خانه یالکه میکنن. این دیوسا، این بیناموسا خدا فقط عذاب میکنن. سال نو سال کی است؟ شب 31 دکمبر پیغمبر شما تولد شده بود که خواب نرفته این شب همه تا ساعت 12 ششته. محمد ابن عبدالله تولد شده بود. یادم که شما سالی تولد پیغمبرتان نمیدانید، اما سالی تولد عیسی را از اروپاییان زاید شما جشن گرفتی ساده. شرمنده های بیناموس و به غیره. شما مسیحی ها، شما اروپایی ها، یهودی ها پیغمبر شما رو جشن نمیگیرن سال تولد شما. شما یک بار سوال نمیتونید که سال میلادی کی هستین؟ میلادی باباتای؟ میلادی ماماتای؟ میلادی پیغمبرتای؟ میلادی قرآن رای کی هست؟ از مسیحی ها باشه به ما چی دخل دارن؟ اما فتوها هست من تشبه بقوم فهو منهم. من بیناموسی شما، من بغیرتی شما، من بیدینی شما.